دیروز بزرگ شده بودم، گفتم خانم محترم میشه در رو باز کنی من بیام تو مغز؟ گفت نه غذا تو نخوردی هنوز. گفت خوردم میشه بیام تو مغز؟ گفت آره من کلید دارم در رو باز میکنم اینطوری. تا الان خانم محترم باش. خانم محترم باشم؟ من خانم محترمم باش. خانم محترم میشه من بیام تو مغز؟ شما غذا تو خوردی؟ آره. خب اگه غذا تو خوردی میتونی بیای تو. باش من غذا خوردم، میشه در رو باز کنی؟ بله من خانم محترمم، در رو باز میکنم براتون. بیا جلو من این کاری که کردم باید بکنم یه بار دیگه. بیا. چیکار داری میکنی؟ بیا. چیکار داری میکنی ماما؟ پیتان بلند بگو. اراید اسم ماشینشون. گفت چی؟ مقصد شما.